سلام، حال احوالتون چطوره؟ بالاخره ولی فقیه زهر خورده بعد از چندین روز گیجی و خماری از پای منقل بلند شد و با حال زار و نزار اومد به صحنه تا جک و جونه برای نظامشو خرفهم کنه که آقا سوریه خوری تمام. الان دیگه راهی جز سرکشیدن زهر منطقه‌ای باقی نمونده و حالا بعد از برجام نوبت بر شامه. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر تداوم بیوقفه راهبردهای ثابت سیاست خارجی افزودند: ادعا نمی‌کنیم به همه اهداف خود رسیده ایم یا حتی نزدیک شده ایم، چون اجرای سیاست خارجی انقلابی در عمل با برخی غفلت‌ها، کمکاری‌ها، ناهوشمندی‌ها و موانع خارجی همراه بوده است، اما جایگاه عزتمند فعلی کشور مدیون همین سیاست‌های حکیمانه است و اگر به این اصول عمل نکرده بودیم خدا می‌داند در داخل مرزها با چه مشکلات و ضربات عجیبی دست به گریبان می‌شدیم. رفقا، لحن ذلیلانه سید علی باپور رو ملاحظه میکنید؟ میگه نه تنها به اهداف خود نرسیدیم بلکه نزدیک هم نشدیم، بعدم غفلت و کمکاری و ناهوشمندی و موانع و اینا و اونا همه کلیدواژه‌های شکسته. داره میگه خرم تو باطلاق سوریه گیر کرده، میگه دیپلماسیمون به گل نشسته، میگه بز بیاری و بردیم. تاکتیک های سیاست خارجی باید در خدمت مبانی راهبردی باشد، نه اینکه به اسم تاکتیک بر ضد اصول عمل شود. البته هنر دیپلماسی این است که ایده ها و موانع را طوری بیان کند که تاثیرگذار باشد. میدونید این حرفای سید علی باپور منو یاد چی انداخت؟ آقا من وقتی این هنر دیپلماسی و این کشکیات رو شنیدم بی اختیار یاد این روزهای عظما افتادم. ببینید یادتون میاد؟ ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. بله دیگه اون موقع داشت خودشو برای خوردن زهر هسته‌ای آماده میکرد، حالا اینجوری داره سگ و سیلاهاشو واسه زهرخوری تو سوریه آماده میکنه. حالا زهرخوری تو سوریه یعنی چی؟ جوابو از زبون خود سید علی بشنوی. راهش هم این است که جنگ در سوریه تمام بشه. جنگ اون وقتی تمام خواهد شد چون دولت تابع دولتی که بر سر کار است، او هر جای سنگم پرتاب بشه به ضررشه، او تابع آرامشه. اونی که آرامش رو به هم میزنه اون کسی است که اون سنگ رو پرتاب میکنه. گروه های معارضن، اینا رو بایستی بهشون سلاح نداد، امکانات نداد. اونا کاری نداشته باشن، اینا هم کاری ندارن. یه محیط امنی به وجود بیاد، انتخابات بشه. ای بی حیا، ای حروم لقمه، بعد از 5 سال کشت و کشتار تازه به این رسیدی که راهش اینه که جنگ تموم بشه؟ بعد تا دیروز که به رزمنده های سوری میگفتی تروریست، تکفیری، حالا چی شد؟ معارضین شدن؟ بعد چی شد یهو به فکر محیط امن و انتخابات افتادی؟ خب بگو شکست خوردم و همه رو خلاص کن دیگه. در مورد سوریه حرف ما محکمترین حرف هاست. ما میگیم آقا معنی نداره که از کشورهای گوناگونی بیان دور هم جمع بشن و راجع به فلان کشور قضاوت کنن که سیستم حکومتیش این باشه، این نباشه، این باشه، فلان کس نباشه، فلان کس باشه. این یه بدعت خطرناکی است. این بدعت رو هیچ کشوری قبول نمیکنه. بدعتی خطرناکه؟
پس چرا ممجواد ظریفو فرستادی تو همین مذاکرات؟ ممجوادت رفت اونجا چه غلطی کنه؟ اگه بدعتی خطرناکه چرا فرستادیش؟ وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به خصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته‌ای آقای دکتر ظریف و همکارانشان آزمون خوبی از سر گذراندند. ایشان تدین را مهمترین نقطه قوت آقای ظریف خواندند و افزودند بنده مکرر برای شما عزیزان دعا می کنم. خاک بر سر ترس شکستت کنم. بابا این ظریف زده خط و قرمزاتو لیو لورده کرده. مگه تو نگفته بودی مذاکره با آمریکا ممنوعه؟ مگه نگفته بودی مذاکره فقط باید راجع به هسته‌ای باشه؟ خب این ظریف تو روز روشن رفته با کری راجع به سوریه مذاکره کرده، بعد تو براش دعا میکنی؟ قربون صدقه تدینش میری؟ تازه بعدم خود ظریف گفت هر غلطی کردیم با اجازه عظما بوده. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط حساس منطقه تاکید کرد دستورات و خطوط ترسیم شده از جانب رهبر معظم انقلاب مبنای کار وزارت خارجه بوده و در دوران پسا برجام نیز نامه اخیر ایشان به رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای برجام مبنای کار خواهد بود. بله، پس با این حساب زانو زدن پشت میز برشامم مثل برجام به فرموده عظما بوده. بالا رفتیم دوغ بود، پایین اومدیم ماست بود. زهرخوری عظما تو سوریه بود، زوار در رفتگیش تو منطقه راست بود. زد زیاد.